سلام، من محسن نسرین هستم. میخواستم یه سری اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه آشنایی با تئوری سینما که احتمالاً اون سیلابسش رو شما دیدین بهتون بدم. این کارگاه در 12 جلسه است. ما میخوایم این رو در زمستان 2025 برگزار کنیم. 12 جلسه در سه قسمت 4 جلسه‌ای ارائه میشه و هر قسمت اول به تئوری‌های اولیه سینما، نوشتارهای اولیه سینما میپردازه. بعد تئوری‌های کلاسیک رو داریم و بعد نظریه‌های امروزی رو. برای شرکت در این کلاس ها شما نیازمند به هیچ پیش زمینه تخصصی در حوزه سینما نیستید. من این کلاس ها رو سعی میکنم جوری ارائه بدم که برای هر مخاطبی جالب باشه، به این شکل که به اصطلاح میگیم که این کلاس ها برای مخاطب عام ساخته شده. البته من بگم که من اصلا در زمینه سینما به این اصطلاح مخاطب عام هیچ اعتقادی ندارم. ما همه فیلم میبینیم، همه مرتب فیلم میبینیم و بهش فکر میکنیم و بنابراین تجربه داریم در این زمینه. و وقتی که ما فیلم میبینیم قطعا هممون یک زاویه دید تخصصی داریم و واسه همین من فکر میکنم بیشتر دوست دارم نقش من به عنوان یک تسهیلگر باشه تا حالت یک سخنران در این کلاس ها. نکته دوم اینه که بعضی از این مفاهیم اگر براتون خیلی آشنا نیست، مثلا در جلسه اول ما داریم چهره شناسی سینما. خب یکی این محدودیت لغات، وقتی ما فقط میخوایم عنوان ها رو بنویسیم، محدودیت ها در ترجمه است. اینجوری نیست که مفاهیمی باشه که پرداختن بهش خیلی سخت باشه یا باز بخواد نگاه فلسفی خاصی رو داشته باشه. در مورد این کلاس ها به این شکل برگزار میشه که معمولا ما یک مبحثی رو بررسی میکنیم، یک تئوری رو، یک نظریه رو، و بعد یک سری فیلم ها رو من پیشنهاد دادم که شما در اون لیست میبینین. البته اینا هنوز به صورت پیشنهاده، دلیل نداره که حتما ما با اون فیلم ها پیش بریم. میتونیم گاهی اوقات فیلم ها رو عوض کنیم، نظر دوستان رو بشنویم، شاید فیلم بهتری رو برای اون نظریه انتخاب کنیم، یا فیلم مثلا دوستان علاقه داشته باشن فیلمی که تا حالا ندیدن رو ببینن، یا هر دلیل دیگه. اونجا میتونیم ما حتی این فیلم ها و پیشنهادها رو عوض کنیم. معمولا وقت در جلسه بعدی یک مقدار ابتدا در مورد اون فیلم بر اساس اون نظریه‌ای که داده شده حرف میزنیم و بعد دوباره نظریه جدید رو بهش میپردازیم. کلا شاید این سوال واسه شما پیش اومده باشه که تئوری فیلم چیه. من اینجا باید این تئوری فیلم رو با دو پدیده دیگه، با دو موضوع دیگه که در مطالعات فیلم تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی تاریخ فیلم و نقد یا تحلیل فیلم، وجه تمایزش رو توضیح بدم. مسئله اصلی اینه که فیلم تئوری متفاوته از تحلیل فیلم یا از نگاه تاریخی به یک فیلم. خب تاریخ فیلم چیه؟ وقتی ما دید تاریخی به فیلم نگاه میکنیم یا تاریخ نگاری فیلم رو میکنیم، ما معمولا به چگونگی تغییرات در طول زمان دقت میکنیم، به مسائلی مثل رسانه، صنعت سینما، نوآوری ها و اتفاقات تاریخی که برای شکلگیری یک فیلم و یا یک سبک فیلم اتفاق میفته. این رو مثلا مثال میزنم. ما سبکی داریم در سینمای هالیوود به اسم نوار، سینمای سیاه که در حقیقت یک عنوان فرانسوی داره. این سبک اگه ما به تاریخچش بخوایم نگاه کنیم، در زمان جنگ جهانی دوم تغییرات سیاسی که در کشورهای اروپای مرکزی اتفاق میفته باعث میشه که یک سری از فیلمسازها مجبور به مهاجرت از
اروپا به آمریکا بشن و اینها در یک سبکی اکثرشون بودن به نام سینمای اکسپرشنیست آلمان، یک نوع سینمای بسیار سورئال رو از نظر سبکی داشتن تجربه میکردن. اومدن اینها به هالیوود و بعد یک نوع سبک دیگه سینما به نام سینمای واقع گرایانه شاعرانه فرانسوی، این افراد این سبک رو با خودشون وارد سینمای هالیوود میکنن و این رو با در حقیقت صنعت سینمای هالیوود که بر اساس یک سری ژانرها و کاتگوری‌های مشخصه، بر اساس معمولا خیلی داستان محوره و به اصطلاح اون حالت کاراکتر محور و قهرمان محور رو داره، اون سبک رو به نوعی تزریق میکنن به سینمای آمریکا. در حقیقت اینجا یک سری اتفاقات با هم دیگه، یعنی اتفاقات سیاسی که با بالا رفتن یعنی با مشکلات سیاسی اروپا، بالا رفتن فضای در حقیقت فاشیسم در اروپا و مهاجرت یک سری از کارگردان ها میافته، تغییری که این کارگردان ها در صنعت سینمایی که درش کار میکنن میبینن که به نوعی میشه گفت قوانین متفاوتی داشته و تغییراتی که در خود سینمای آمریکا داشته رخ میداده و در جامعه آمریکا رخ میداده، مشکلات اجتماعی که ما بعد از زمان جنگ جهانی دوم در آمریکا داریم و مثلا مسئله فروپاشی خانواده ها و خیلی مسائل دیگه، اینها تلفیقی از این اتفاقات تاریخی باعث میشه که ما یک سبک جدید داشته باشیم به اسم نوآ. داستان همینجا تموم نمیشه. این عنوان که یک عنوان فرانسویه دهه‌ها بعد به این فیلم ها اطلاق میشه، زمانی که منتقدان فرانسوی برمیگردن و یک پترن‌های خاصی رو در سینمای آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم میبینن. یعنی ما اینجا با یک روند تاریخی برای بررسی این ژانر نیاز داریم. موضوع دیگری که ما باید متمایز کنیم و اینجا یه خورده شاید پیچیده تره، کار دیگری که ما معمولا در مطالعات فیلم انجام میدیم نقد یا تحلیل فیلمه. نقد و تحلیل فیلم معمولا بررسی یک فیلم خاص یا یک گروه خاص از فیلم که در یک زمان یا باز در یک ژانر یا توسط یک کارگردان خاص ساخته شدن هست. یعنی ما به خصوص فوکوس میکنیم در مورد یک فیلم و در حقیقت به صورت خیلی خاص المانهای اون فیلم رو میشینیم بررسی میکنیم که اینجا ما در وقتی که ما زمانی که تحلیل داریم میکنیم به نوعی میخوایم یک فیلم رو به مخاطبمون بشناسونیم، از اون فیلم چه میتونیم بگیریم و سعی میکنیم به صورت خیلی نزدیک با اون فیلم به صورت اون فیلم رو تعبیر کنیم. گاهی اوقات شاید اصطلاح درست هست نقد، تحلیل و تعبیر. اما وقتی ما وارد تئوری فیلم میشیم و این کلاس ها در مورد اون تئوری هاست، یک کار متفاوتی انجام میشه. تئوری های فیلم به فیلم به صورت یه مقدار ابسترکت و خارج از اون معنی تاریخیش نگاه میکنن. شما اگر به لیست فیلم هایی که من اینجا گذاشتم میبینین ما در مورد تئوری های حرف میزنیم که در ابتدای قرن 20 نوشته شده و بررسی شده، ولی من فیلمی که انتخاب کردم یک فیلم کانادایی نسبتا جدید هست و برعکسش به تئوری هایی که جدیداً نوشته شده اگه ببینیم، اما من فیلمی رو شاید انتخاب کنم که یک فیلم خیلی کلاسیک یا قدیمی باشه، چون به صورت کلی در تئوری یک سری الگو و یک سری پترن و یک سری الگوهای منظم در مورد فیلم میده بدون اینکه به صورت خاص یک فیلم خاص رو بررسی کنه و این رو به اون مخاطب میده که چجوری این فیلم ها رو با توجه به اون تئوری بخونن.
به طور خلاصه میگم مثلا یک تئوری میتونه این باشه که رابطه فیلم با ایدئولوژی های رایج در جامعه چنین و چنانه. خب ما اینجا یک حرف خیلی کلی داریم که فیلم ما رو اینگونه به ایدئولوژی های روز ربط میده و حالا ممکنه تئوریسین های مختلف و نظریه پرداز های مختلف نظرهای متفاوتی داشته باشن، ولی اینجا من این مسئله هست که یک به اصطلاح توی فیلم ها یک حرف کلی در مورد فیلم ها زده میشه در دوره‌های مختلف و اینجا ما میتونیم گروه های فیلم یا یک فیلم خاص رو ببریم در اون تئوری که در حقیقت اون تئوری باز هست واسه فیلم هایی که در آینده خواهد اومد، واسه فیلم هایی که تا حالا ساخته شده. اون تئوری و نظریه باز هست که ما فیلم ها رو واردش کنیم و بخونیم. یعنی اگر سوال براتون هست که فیلم تئوری یعنی تئوری فیلم چی هست و فرقش با نقد و تحلیل فیلم چیه، که این کلاس ها رو ما بیشتر در مورد تئوری فیلم میذاریم، این یک مقدار کلیگویی هست که البته نه به عنوان نه به شکل منفی این کلمه کلیگویی ما اینجا داریم، یعنی در حقیقت یک سری الگوهای منظم برای شناختن سینما. دیگه اینجا وقت رو بیشتر از این نمیگیرم. امیدوارم که بتونیم این مسائل رو بیشتر در زمان کارگاه جا بندازیم. فقط به طور کلی هم میگم که چرا اینجا ما 3 بخش داریم، بلکه در بخش اول تئوری های فیلم در ابتدا در اوایل تاریخ سینما بیشتر با یک عشق به سینما همراه بود که این رسانه جدید چه کار میتونه بکنه، فرقش با بقیه هنرها چیه، ما ازش چه استفاده هایی میتونیم بکنیم و یک مقدار امیدوارانه بود. در دوره کلاسیک که دوباره بعد از جنگ جهانی دوم و بعد مثلا دهه 60 و 70 ما داریم، اون حس اونقدر به اصطلاح مثبت و امیدوارانه کنار میره و اینکه بله همون یک فیلم در ابعاد بزرگتر چجوری به نگاه ما به دنیا رو به صورت خیلی از اوقات بدون اینکه خودمون بفهمیم بهش نقش میده. مثلا زنها در سینما چجوری پردازش میشن، یعنی به طوری داره میره که اونقدر ما دیگه اون به اصطلاح اون چیزی که من گفتم عشق به سینما توش نیست و یه مقدار تئوریسین های دوره کلاسیک مشکوکن به اینکه سینما چه کار ممکنه بکنه و چه اتفاقی میفته در دوره به اصطلاح کانتمپرری، در دوره مدرن تئوری‌های روزمره. ابتدا خب خود این رسانه سینمایی مقدار توسط رسانه‌های دیگر به خاطر اومدن سینمای دیجیتال، دیوایس ها و رسانه های دیگه‌ای که ما داریم، اینترنت، اینکه ما فیلممون رو هر جا میتونیم ببینیم، رسانه های اجتماعی، تیک تاک و غیره، سوال هایی که اتفاقا در ابتدای تاریخ سینما بود دوباره مطرح میشه. یعنی ما بازگشتی داریم ابتدا به همون تئوری های اولیه که ما بیایم و تعریف کنیم که این سینما چیه، فرقش با بقیه رسانه ها، بقیه هنرها چیه. دوم اینکه در دوره مدرن اینکه ما میتونیم این فیلم ها رو نه فقط با تئوری های بسیار باز نگاه کنیم، گاهی اوقات تئوری ها میتونن موضوعات خیلی کوچکی رو، یعنی ما میتونیم در حقیقت نظریه های کوچک تری رو به عنوان تئوری داشته باشیم و ببینیم که به عنوان در حقیقت آلترناتیو چه کارهایی میتونه این رسانه سینما برای ما انجام بده یا چجوری به دید ما یا دید ما رو تغییر بده. خب باز هم من فکر کنم بحث زیاد شد. فقط خواستم یک به صورت خلاصه بگم که این وقتی ما میگیم تئوری فیلم منظورمون از تئوری فیلم چیه و خب ما این مباحث رو با
دقت بیشتری میتونیم در این دوره بررسی کنیم. خب اگر سوالی هست حتما میتونین قبل از این به اصطلاح کارگاه با من صحبت کنین یا اگه پیشنهادی دارین، ولی من امیدوارم که بتونیم کارگاه خوبی رو دور هم داشته باشیم و اگه نتیجه خوبی بگیریم و بتونیم موضوعات دیگری رو هم بعدش براش کلاس یا کارگاه بررسی کنیم. خیلی ممنون.